سلام عرض میکنم به بیننده بینیاد عزیز رادیو آزادی و به همه اونایی که در این صبح بر وقت بازم ما را از آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب تماشا دارن. شالگل خوجا هستم. از اون بازم بعد از تنفسی بیشتر از 2 هفته در خدمت شما با خبرهای تازه و بوسپوس با یک شما که همیشه هر صبح بر وقت ما را انتظار میشید و خبرها رو از آزادی میشنوید و میخونید. امروز دوشنبه است 18 مارت، آغاز هفته باز یک نو در زندگی ما و شما و امیدوارم این هفته رو خوب پشت سر کرده باشید و ضمناً در این هفته جشن نوروز است و امیدوارم که در حیات هر یک ما و شما این روز باز نوگانی های زیادی رو در پای داشته باشد. و قبل از اون که من به تقدیم خبرها آغاز کنم، چون همیشه نگاه میاندازیم به وضع باد و هوا در 3 کشور. شروع میکنم از پراگ. در پراگ امروز هوای ما نسبتا گرم و ابری است. در دوام روز گرمی 8 درجه را تشکیل خواهد داد. در مسکو پایتخت روسیه و مکانی بود و باشی شما مهاجران عزیز، امروز هوا ابری خواهد بود. انتظار می رود که گرمی روزانه به 3 درجه برابر شود. امروز در دوشنبه هوای نامساعد پیش بینی شده است. اگرچه صبح هوا آفتابی و 19 درجه است، در جریان روز حرارت به 24 درجه رسیده. به گاهی روزی بریدن باران پیشگویی کرده است. از این خاطر اگر شام در کوچه های دوشنبه قدم زنید، پس گرفتن چتر را فراموش نکنید. خب اکنون رو میارم به خبرها طوری گفتم و شروع میکنم از خبرها از شمالی تاجیکستان، از منطقه اسفاره که در چند روزی اخیر خبرساز است. در اسفاره گفت و شنود مقامات تاجیکستان و قرقیزستان جهت پایان دادن به مناقشه و باز کردن راهها ادامه دارد. راه اسفاره واروخ و کوکتوش ارتوبوس هنوز باز نشده است و ظاهرا جانب‌ها در این مسئله تا به حال به موافقه نرسیدند. مذاکرات جانب‌ها از روز پنجشنبه 14 مارت طور شما آگاه هستید به دنبال مناقشه در موضع هنوز منصوبیتش معین نشده در جماعت واروخ نوی اسفاره با شرکت معاونان سروزیر تاجیکستان و قرقیزستان، وزیران کارهای داخلی، رهبران کمیته‌های زمین‌سازی و مقامات ساخت و بادکن جریان دارد. رجب احمدزاده رئیس ولایت سوخت صبح امروز به ساکنان اسفاره گفته است امیدوار است امروز تا نیمه روز راه‌ها باز خواهند شد. او در صحبت سر راهی گفته است امروز مقامات و فعالان جامعه شهروندی هر دو جانب با ساکنان محلی مناقشه صحبت و مردم را به خویشتن‌داری و حل مناقشه برای صلح و صلاح و خلل دور نکردن جریان عادی نمودن وضع دعوت خواهند کرد. در همین حال مقامات در اسفاره گفتند که نیروهای مرزبانی قرقیزستان اجازه ندادند امدادگران صلیبی سرخ به ساکنان آسیب دیده جماعت واروخ دارو دسترس کنند. اقبال الیازاده سخنگوی حکومت اسفاره روز 17 مارت در صحبت با رادیو آزادی گفت حالا آنها در خواجه اعلی جماعت چورخ هستند، جماعت چورکو هستند، موشین کمیته بین‌المللی صلیبی سرخ که به دهه واروخ همچون کمک بشردوستانه دارو میبرد تا هنوز در مرز درمانده است. منتظر اجازه نظامیان قرقیزستان هستند افزود او. مقامات میگویند در جماعت واروخ که بیش از 30,000 اهالی دارد هر لحظه به دارو و کمک‌های طبی نیاز است، چون در بیمارستان آنجا آسیب دیده‌های مناقشه هفته گذشته و مریضان دیگر نیز بستری می‌باشند. ساکنان محلی گفتند به سبب بسته بودن راه 2 بیماری وزین را نتوانستند به شفاخانه مرکزی اسفاره برند. یکی از آنها نرزخان خالق و روز 16 مارت در بیمارستان واروخ جراحی شده است. پزشکان وضع سلامتی او را معتدل ارزیابی می‌کنند. به نقل ساکنان مرزبانها روز گذشته اجازه ندادند که ماشین یوری تجلی یک زن حامله را با تشخیص پرکلامسیای وزنین به اسفاره ببرند. اینچنین موضوع شمس‌دین زاده وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان نتوانسته از روز شنبه به واروخ رفته از نزدیک با وضع آشنا شود. او را از خواجه اعلی جماعت چورکو پس گرداندند. مقامات مرزبانی قرقیزستان و نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیبی سرخ در تاجیکستان نیز وضعیت را شرح نمی‌دهند و باید گفت که یگانه روی ماشینگردی بین اسفاره و واروخ که از طریق دهه اقصای قرقیزستان میگذرد 5 روز باز بسته است. این راهها در نتیجه مناقشه روزهای 13 و 14 مارت امسال که در پی ساختمان روی اقصای تمدیق قرقیزستان سر زده بود بسته شدند. در مناقشه ها تا جای شما نیز معلومات دارید 2 شهروند تاجیکستان کشته و بیش از 20 نفر دیگر زخمی کردند. مقامات قرقیزستان میگویند در این حادثه 3 شهروند آن کشور جراحت برداشتند. باید یادآور شوم که تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 970 کیلومتر مرز دارند و از این حساب بیش از 470 کیلومتر آن معین و علامت گذاری نشده است. همین نامعینی باعث می شود که سر چند وقت ساکنان برای ساختمان راه و آب و چراگاه با هم درگیر می شوند.
و بینندگان عزیز باوری داشته باشید که در صورت به دست آمدن هر نوگانی از این منطقه ما اول شده برای شما در این باره معلومات خواهیم داد. از این خاطر برنامه‌های ما و از جمله برنامه خبری و تقدیم سرخطهای روز رو که بعد از چند ساعت دیگر بازم تقدیم شما می شود تماشا کنید. نو سازمان به نمایندگی جامعه شهروندی تاجیکستان از خدمات ضد انحصاری طلب کردند که قراری بالا بردن نرخ اینترنت و گفتگوهای تلفنی را بکار کند. آنها گفتند بالا بردن نرخ اینترنت با وضع اجتماعی و سطح درآمد ساکنان موافق نیست و حقوق بنیادی مردم از جمله آزادی بیان را محدود می‌کند. مراجعت نامه را از جمله رهبران سازمان‌های تشبث شهروندی، سیاست اینترنت، انجمن شرکت‌های موبیل، مرکز مستقل عاید به حفظ حقوق انسان، انجمن ملی رسانه‌های مستقل و دیگران روز 17 مارس امضا کردند. بنا به قرار نوی خدمات ضد انسانی تاجیکستان نرخ اینترنت از 27 مارس امسال 2 برابر گران خواهد شد. حالا نرخ 1 گیگابایت اینترنت از 30 تا 35 سومون است. در صورت به اجرا در آمدن قرار قیمت آن به بیش از 60 سومون معادل تقریبا $7 آمریکایی میرسد. این چنین نرخ گفتگوهای تلفنی 10 برابر گران خواهد شد. اما در این مورد تاجیک تلکام شرکتی وابسته به خدمات علاقه استثنایی است. رهبران نو سازمان اجتماعی تاجیکستان در مراجعت خود این قرار را نقض دسترسی به اطلاع و مانع برای رقابت و رسیدن به هدف استراتژیک کشور دانستند. آنها گفتند خدمات ضد انحصاری با دادن افضلیت تنها به یکی از شرکت‌ها رشد بازار تلکمونیکاسیونی و کل اقتصاد کشور را زیر خطر می‌گذارند. جامعه دموکراتیک و دنیوی برای هر انسان فراهم کردن شرایط زندگی ارزنده و انکشاف آزادانه را کفالت می‌دهد و بلند برداشتن نرخ اینترنت یک قطار بخش‌های حیاتی شهروندان را محدود کرده فراهم آوردن شرایط زندگی ارزنده و انکشاف آزادانه را برای دولت مشکل می‌گرداند نوشته شده است در مراجعه. جامعه شهروندی تاجیکستان به مقامات گفتند بالا بردن ارزش اینترنت به کار مکتب‌ها و اداره‌های دولتی و نیز همکاری‌های بین‌المللی تاثیر خواهند گذاشت. آنها نوشتند تطبیق بندهای همین تصمیم برخلاف عهده‌داری‌های بین‌المللی حکومت تاجیکستان بوده به منفعت تاجیکستان و بازار مخابراتی آن در شرایط عضویت کشور در سازمان جهانی تجارت تاثیر منفی می‌رساند. باید گفت که نرخ اینترنت در تاجیکستان در حال گران می‌شود که ساکنان از سرعت پست آن و اینچنین بسته ماندن چند وبسایت خبری و شبکه‌های اجتماعی شکایت دارند و در تاجیکستان بنا به ارزیابی‌های گوناگون از 15 تا 40% اهالی از اینترنت استفاده می‌برند. مقامات خدمات علاقه تاجیکستان هم میگویند که در کشور تقریبا 3 میلیون استفاده برنده اینترنت تا حال ثبت شده است. خب من تقدیم خبرها رو ادامه میدهم. خبرگزاری سپوتنیک از قبل دادگاه شهر دوشنبه می نویسد که دادگاه بنیاد بوری و 35 ساله رو برای قتل شوهرش، دزدی، قلابی، ساختکاری و جلب نورسان به جنایتکاری به 23 سال زندان محکوم و به پرداختن 4000 سومانی جریمه موظف نموده است. طبق اطلاع دادگاه شهر دوشنبه مرافع بوری و 13 مارس صورت گرفته او از جمله در قتل شوهرش المراد بیگالیف در حالت عاجزی گناهکار دانسته شد. وزارت امور داخلی تاجیکستان قبلا ضمن یک گزارش درباره جنایتکاری‌های بنیاد بوری و گفت که این زن سال 2016 برای خانه در ناحیه فردوسی شوهرش المراد بیگالیف را نخست با دارو مدهوش کرده سپس با سنگ به قتل رسانده است. با گزارش مقامات بعد قتل بوری و جسد شوهرش را در فرش خانه سیمنت پوش کرده این منزل را فروخته است. به اطلاع وزارت کارهای داخلی در سال 2016 بیگالیف بنیاد چون به نام و نشان گم شده در جستجو اعلان شده بود، اما بعداً جسد او از زیر دیوار حجره خواب منزل پیشین زن و شوهر پیدا شده است. در پی این حادثه بنیاد منزل شوهرش را فروخته تا بازداشت شدنش در ناحیه رودکی استقامت داشته است. دادگاه بوری و را بر اساس چند ماده‌های کدکس جنایی گناهکار دانسته به سالهای طولانی زندان حکم نمود. و قبل از آن که من به خبرهای بین المللی رجوع کنم یادآور میشوم که شما خبرهای ما رو از بخش تاجیکی رادیو آزادی از آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا دارید و من شعله گلخوجه هستم در خدمت شما و پیشنهاد میکنم که تا آخر صحبت ما رو همراهی کنید چون خبرهای از این بیشتر درباره تاجیکستان در دست ما هست و از جمله درباره قرب اسعار خارجی و روبل روسی در تاجیکستان برای شما نیز خواهیم گفت که اندک نسبت به روزهای پیش قرب روبل روسی بالاتر رفته است.
خب حکومت زلندیای نفت تا هنوز رویخط رسمی قربانیان حمله به 2 مسجد در شهر کرایست چرچ را نشر نکرده است، اما طبق رویخطی که با یاری خانواده قربانیان ترتیب یافته است، قربانیان حادثه از 3 تا 77 ساله بودند. این فهرست روز 17 مارس نشر شد. بر اساس آن از 50 قربانی حمله اخیر در شهر کرایست چرچ 44 نفر مرد و 4 نفر زن بودند. 2 نفر باقی مانده در این لیست شامل نیستند. جسیندا اردرن نخست وزیر زلندیای نو گفته است این رویخط رسمی نیست و بعد از مشخص شدن هویت قربانیان رویخط رسمی نشر خواهد شد. در این حادثه حدود 40 نفر دیگر زخمی شدند که وضع سلامتی برخی آنها وزنین گفته می شود. حمله اخیر به 2 مسجد در زلندیای نو بزرگترین و خونین ترین کشتاری دست جمعی در این کشور به شمار می رود. این تیراندازی در حالی صورت گرفت که صدها نمازگزار در داخل مسجد بودند. حمله‌ور یک مرد 27 ساله استرالیایی معرفی شده است. نخست وزیر زلندیای نو میگوید جسد قربانیان تا 3 روز دیگر پوره به خانواده‌هایشان سپرده خواهند شد. او به خبرنگاران گفت گمانبر به این حمله در قطار 30 سیاستمدار زلندیای نو برای او نیز ایمیل فرستاده بود که در داوم 2 دقیقه پلیس کشور را آگاه کرده است، اما او گفت در این پیام ها در مورد محل و جزئیات حمله ها چیزی گفته نشده بود. و نگاه می‌اندازیم به خبرهای دیگر. مقامات ولایت بادغیس افغانستان میگویند که ترکمنستان به حدود 100 تن از سربازان نیروهای مرزبانی افغانستان اجازه داده است که وارد این کشور شوند. این مقامات گزارشات در مورد اسیر شدن 150 سرباز در ناحیه بولامرغاب این ولایت به دست طالبان را تایید نکردند. روزنامه نیویورک تایمز روز یکشنبه 17 مارس با تکیه به برخی منبع‌ها گزارش داد که این بیشترین شماره سربازان دولتی است که در یک حادثه در افغانستان به دست جنگیان گروه‌های مخالف اسیر می شود. روزنامه گزارش داده است این سربازان که به ترکمنستان عبور کرده بودند از سوی نیروهای این کشور دوباره به افغانستان رانده شدند و به دست طالبان اسیر گردیدند. این روزنامه می نویسد که شماره همه سربازانی که در منطقه بولامرغاب اسیر شدند به 190 نفر میرسد، اما سخنگوی والی و رئیس ولایت بادغیس میگوید که حدود 100 سرباز دولتی بعد از جنگ با اسلحه و تجهیزات جنگی به ترکمنستان عبور کردند. عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایت بادغیس به رادیو آزادی گفت که حکومت ترکمنستان از عبور سربازان افغان به خاک این کشور جلوگیری کرده و جنگیان گروه طالبان در این سوی مرز در کمین نشستند. سخنگوی رئیس ولایت بادغیس میگوید 2000 تن از جنگجویان طالبان در ناحیه بولامرغاب فعال هستند که در میان آنها شهروندان خارجی نیز میباشد. از سوی دیگر خبرنگار رادیو آزادی در ولایت همجوار یعنی هرات گزارش میدهد که جنگ در ناحیه بولامرغاب از 12 روز به این طرف جریان دارد که در نتیجه به گفته مقامات بادغیس بیش از 100 سرباز دولتی کشته شدند. اما جمشید شهابی سخنگوی رئیس ولایت بادغیس میگوید که در مقایسه با نیروهای دولتی به شورشگران تلفات بیشتر وارد شده است. خب و طور وعده دادم باز هم رو میاریم به خبرهای تاجیکستان. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هفته روان طریق تلویزیون دولتی اعلام کرد که در بدرک شدن اکرام 9 ساله از دوشنبه زوکرجان جوبیلوف 50 ساله گمانبر دانسته می شود. این نهاد در برنامه اطلاعاتیش طریق تلویزیون های دولتی اعلام کرد اکرام حمیدوف سال تولدش 2009 استقامت کننده کوچه بربدی شهر دوشنبه از 27 آگوست سال 2018 تا به حال بدرک از با اتهام دست داشتن در بدرک شوی این کودک جوبیلوف زوکرجان سال تولدش 1960 استقامت کننده کوچه بربدی نوی فردوسی شهر دوشنبه مورد گفتگو قرار دارد. منابع آگاه از قضیه میگویند در نوار دوربین های نظارتی دیده می شود جوبیلوف که در همسایگی نابالغ گم شده اقامت میکرده است او را از پیش خانه با خود برده است. وزارت کارهای داخلی از شهروندان خواهش کرده است که در صورت داشتن اطلاع درباره این نفر فوراً به ملیسه محلی زیستی خود یا طریق رقم‌های 22121 مراجعت کنند. و یک خبری ورزشی نیز هست. بهروز خوجازاده پهلوان معروف توجیک در مسابقه بین‌المللی یکاترینبورگ گراند سلام 2019 اوید به جودو که در شهر یکاترینبورگ روسیه جریان داشت مدال برنجی گرفت. روز 16 مارس در رقابت‌ها در وزن زیر 73 کیلو 5 قوه آزمایی انجام داده در 4 تاش غالب آمده است. بهروز خوجازاده برای
медали биринҷӣ ба Эдуардо Барбоса аз Бразилия ғалаба кард ва барои ҷойи севум ба ҷуз медалу имтиёзи олимпӣ бо ҷоизаи молӣ ба маблағи $1,500 сарфароз гашт. Ба иттилои Федератсияи байналмилалии ҷудо дар Екатеринбург Гранд Слам 2019 дар рақобатҳо 354 варзишгар аз 47 кишвари дунё иштирок намуданд. Ба ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон 7 куштигир шомил буд ва мо аз фурсат истифода бурда Беҳрӯзро бо ин пирӯзияш табрик мегӯем ва чун маъмул дар поёни суҳбат нигоҳе меандозем ба қурби асъори хориҷӣ дар бозори асъори Тоҷикистон. Тибқи қурби муайян кардаи Бонки Миллӣ барои асъори хориҷӣ имрӯз $1 ба 9 сомониву 43 дирам, 1 евро 10 сомониву 68 дирам ва 1000 рубли русӣ 144 сомониву 30 дирам аст. Хуб бинандагони азиз, ин чанд дақиқе буд ки ман дар ин субҳи барвақт барои шумо хабарҳои тозаро расондам ва ин ҳанӯз аввалин рӯз аст ва хабарҳои зиёде дар даст дорем ки дар сархати хабарҳои рӯз ки баъд аз 3 соатгар тақдими шумо мешавад ва ҳамин гуна дар барномаи хабарӣ ки соати 1 бо вақти Прага манзури шумо азизон мегардад барои шумо хоҳем гуфт. Вале то он лаҳза ҳар дархост ва фикру назар ва ҳар хабару навору сурате ки доред барои мо бифиристед, мо ҳатман пайгирӣ хоҳем кард ва барои шумо маълумот медиҳем. Ташаккур барои ҳамроҳӣ. рӯзи хуб дошта бошед. Ман бо шумо худоҳофизӣ намекунам ва баъд аз 3 соатгар шуморо мунтазир мемонам.